بسیار درود. احترامات هموطنای عزیز، امیدوارم که یکایکی شما خوب، صحت، سلامت و سربلندی هم داشته باشین. عین حال کمی وقت پیدا شد، خواستم در یک چند مسئله فکر نظری خدمت داشته باشم. یعنی در مسئله که بین آذربایجان و گویم که روسیه شده ایستاده است. میگه ابلهی از بام بیفتد گردن ما بشکند. یعنی مشکلی گویم شاید همون بالا باشه، اما در اینجا شهروندای عادی دارن عذاب میکشن. اما به هر حال اگر ما نظر کنیم، آذربایجان یعنی همون برای شهروندای خودش این مسئله که حاضر شیده ایستاده است، این بسیار یک مسئله ریسکی کلان است. این حتی بگیم که عاقبت یک تغییرات دولتی هم شیدنش ممکن است، برای که ما هممون میدونیم یعنی روسیه در چه چیزها قادر هست و تمامی کوشش میکنه تا اینکه گویم که یک تغییراتی در این درون بیاره. در سیاست گویم پرزیدنت آذربایجان ایلهام علیف یعنی یک خطر هم هست این مسئله. اما بگیم که این مسئله که ایلهام علیف الان دست به کار شد، این از طرفی که مطمئن بدن در ملتش است. وقتی که هر یک پرزیدنت، هر یک رهبر وقتی که در ملتش مطمئن می شود، او را زندگیش هم دیگر امین می شود، او را مالکیتش هم، او را دیگر همون او را حیاتش هم و او را سیاستش هم بگیم که یعنی در حمایه ملت خودش می شود. از همین لحاظ اون رهبر بگیم که دل پرانه بگیم همون حرکت میکنه و امروزه دلپری همون بگیم که محترم پرزیدنت آذربایجان ایلهام علیف، یعنی این باوری و دلپری خودی در ملتش بود، یعنی همین کار در دست. البته که شهروندای جمهوری تاجیکستان هم دیدیم، یعنی چی نمود کشتن، چی نمود قپیدن، چی نمود مسخره ها کردن. بگیم که حتی که یک از طرف بگیم پرزیدنت تاجیکستان یعنی یک بیانیه ای نبود، همون یک نالشی که داشت در پیش پوتین: уважайте нас уважайте با خدا که нас уважайте мы вас уважаем. یک نوید کردگیشه یک زمانی بگیم که خیلی یک سربلندانه در اینترنت ها گرفته بر اومدن که مثال گیریم امام علی رحمان در پوتین یعنی ویری نگب زد. این ویرینس نبود، یعنی یکون دلپری نبود، یک نالش بود، یک زوره بود در پیش دیگرها. پرزیدنت ها در پوتین یک ارکگی کرد امام علی رحمان بگیم. این هیچ یکون چیزی نداشت. اما برای همین قدر گپ هم
بعد یو بگیم اینا کروک سیتی که کلان توجیکورا گناهگار کردن تروریست گفته دیگر در اونجا کسی گناهگار نشید. متاسفانه یک دو دونه قرغز هم کوشش کردن در این ارالش کنن، اما بگیم که حکومت قرغزستان با همون بگیم جوان بدگیش با همون از تاجیکستان خلقش خورد هم باشه، اما بگیم که دفاع کرده ملت خدا خلاص کرد، از اونجا گرفت آورد. یعنی خپی من خپی تو ما جوابش میتیم بگیریم بره دیگر خپی من خپی تو رسانه ها خپ کنه. البته او را گرفتن آوردن، یعنی هیچ کار کردن نتونست. همچنان یک زیر تهمت در قزاقستان هم مونده بود، یک سراینده یا ارتیستی بگیم قرغزستان، انا او را نیز گرفتن بگیم که آوردن. خب در اینجا دیگر همون تقدیر در خلطچه این دیگر مردم تاجیکستان است. دیگر خلطچه در دست هم میزنن، چیزی که آمد همون. از همین لحاظ امام علی رحمان نه در ملت باوری داره، نه در خلق، نه در دیگر چیز. اما همون یک بعضی مسئله های زمین قرغزستان بود، البته که این مسئله را یک سنجید مردم چخیل است همین شپت سکرد مردم سوز هم طرف دادن زمین بر رفت، هیچ مشکلی نداره. امروز ما میبینیم قرغزستان سیتکه زده زمین را گرفت، دادنش گفتن هیچ گم نداره بگیرش سوزای همون برای زمین و برای وطن میخستگی جوانو را گرفتن بردن کشتن، دیگه چه قفا را نگاه کردن دیگه هیچ که نمیخیزه برای وطن، دیگر هیچ که بگیم جنگ نمیکنه برای وطن. همون صدقاً بدگی انسانایی که بگیم از اون جمله از بدخشان مون جوانی که بگیم که جمع شدن جوانو ما میریم برای تاجیکستان گفتن، او را هم کشتنش، او را هم کشتن. یعنی یک چیزی بود که نه خیلی اگریسیا را باید میدیدیم امام علی رحمان چقدر اگریسیا داره، کیها اگریسیا داره، بگیم اگریسیو تیار بودگی برای وطن جوانو را بردن در همونجا خچون هم زدن، ای پشت پروندن کشتن، گفتن قرغزا کشتنش. ریال نبودی چیز، هیچ بگیم که علیگ و مالیگ نداشت. و دیگر نا جوانای بدخشان هم گرفتن بردن در اونجا کشتنش. همون جوانای یاری که برای وطن در کنسه می ایستادگی تا آخر می ایستادگی جوانا خیلی حکومت کشتش، یعنی که بیگانگان نه، خیلی حکومت نبودش. و دیگراش اگه کچی کار میکنه بعد آن گرفته یک کنسرت دیگه کردن هم رفت رقص کرد در اونجا. یعنی هیچ که نگفت که در اینجا فرزند تاجیک مردگی است، خون فرزند تاجیک برای سرزمین ریخت، خون فرزندای سرزمین ریختگی است. یعنی همین بعد 6 ماه همین حال جای لحد قاق نشده است و جوانو را ما در اینجا رقص کردن میزیبه گرفت بردن نا کارتوشکابه قطعی بگیم همون یک گروه مردم مردنی ایده طرف رقصیدن دادنش برفت. خلاص بگیم که وقتی که همون رهبر همون غروردار جوانها را نابود میکنه عاقبت دیگه ضعیف میمونه. این کارا امام علی رحمان از کیم کیبت کرده اومده است بود، همون گنرال ها، پالکومنیک ها، امنیت کار میکردگی انسان دیگر انسان هایی بودن که اونو خیلی یک بگیم جوانای غروردار بودن، اما اونها را با گوناگون تهمت و باختان ها بگیم کشتن، زندان کردن و از بین بردن گوناگون جوان ها را. برای امام علی را گروه رقاصه در کار است، برای که خیلی امام علی ضعیف است میدونن، یعنی چقدر مردم را ضعیف کنه اونقدر اداره کردن آسان است. اما یک چیز امام علی فراموش میکنه که چقدر مفکورای مردم ضعیف شید میتونه که دیگر لبای آدم او را کنترل کنه و به دام خود بکشه بگیره، بعد گپ نمیدونم. بعد مسخره بازی میتونه بالای سر بگیم این ملت باز رهبری کنه، مثل همون که امام علی 33 سال
اوه معذرت 33 سال با هم مسخره بازی رهبری میکنه بالای سر این ملت هم رقص باشه سرود باشه مایجاب و دایره و دنگ همین دفعه میبینیم در بدخشان رفته است باز همون کمپیر میگه که دوشنبه وعده دادیست که دوشنبه برم هم میوردگی آدم میگیره میوره لیچش میکنه تمام همه چیز بود هم میدادگی آدم کیسش میکشه پچکای پولا میگیرن همه الانی ایده شکر بته روغن بته او کمپیر گدوای یا برای نام رکلام تو چای مای ماترا او چاور هر روز میپرسم ماترا حال اول چخلای اول خونه هم کمپیر بلا بیچاره بگیم که همون روزمره زندگی داره هر دو رفتگیش میگه دوشنبه برمد یک لیچه نیت کنم یک دوشنبه برمد یعنی یک مسخره بازی از مسخره بازی دیگر بهش هیچی در اونجا دیده نمیشه خب این قدر قدرت حکومت در دست نمیگوید دخترا را روی کنین ورتالیوت قطعی بیار هم تجهیزاتش برده بگی بیار میارم کمپیر در نامجا بگیم که 15 روز همون تبابتش میکنم با میگه بگی برن یا بارش که کمپیره تمام رفت بیارش تبابتش کن 33 سالی سفری تست هم کمپیرم میگو دوشنبه برمد یک لیچه نیت کنم یک دوشنبه برم یک لیچه نیت کنم بچه بس بوده که مسخره بازی دیگر هم بیچاره کمپیر شد گفته ها گفته دیگه هم کمپیر بمبره چیکار میکنیم با ها گفته بیچاره هم کمپیر میکشین میارین کمپیر در پوش هم استودن نمیتونه حالی هم وعده لیچه نیته ده بس بوده که مسخره بازی از همین لحاظ امام علی رحمان میترسه در یک حکومتی که بگیم مثال بری همود اگر یک کار در سر حق شهروند جمهوری تاجیکستان انجام بده امام علی رحمان هیچ حد حرکت نشان نمیده و عموما حداقل یک بیانیه هم نمیکنه یک طلب هم نمیکنه این الهام علیف این حرکت شروع کرد واقعا مطمئن به ملتش بود که ملتش یعنی در همین جنگ کربخ دکنسه ایستادن زمین گرفتن نه اینکه گفتی همون گپا جنگ کرده سالداتورا کشته زمین دادن در پتر ایستادن گرفتن و بگیم الهام علیف نخه 100% مطمئن از مردمش است که لبای حالت ده قطعی روسیه جنگ هم شود یعنی در پشتش بگیم که میستر همین خلقش میسته باوری دار از همین لحاظ بگیم اوور اینا روسا را پلپچون کرده ایستاد است در حدود آذربایجان نشان داده است که ما میتونیم خب این من فکر کنم که ایستا یعنی جنگ دویم فرونت طرف آذربایجان هوی میشود ایده بخواه نخواه میشود رن ایده پوز نمیشود و سیمی چیزی که در داخل خود روسیه همون روس که ابشی نبود الان دیگر مردم های دیگر کافکاز دیگر ملت ها یعنی دیگر ابشینه تشکیل کردنی بدن که ابشینه که همون ایمیگرانت ها تا که دفاع خودشونه از این فاشیزم کنن البته این سبب هم یکی همون شد که من فکر کنم همون سومداروی آذربایجان در همون بگیم حدود روسیه یعنی این مسئله را میخواستن سپانسری کنن یا سپانسری کردن دوای شما جمع شوین ما سپانسری میکنیم رسخود ماتریال خود همشه و شما بگیم که برالا همون اپشینه را پیش بریم یا که اگر نکنن همی گپ هم نگفته باشن هم یعنی که روسیه مطمئن بود که همین خود مردم آذربایجان از یکم انسان هایی که میشوند که همون بگیم اپشینه را سپانسری میکنن اولین انسان هایی میشوند که این نمود اپشینه را سپانسری میکنن ایرا بگیم که روسیه میدونست واقعا از همین لحاظ بگیم حمله کرد به آذربایجان و شاید سومدارای تاجیکی را سپانسری نکنن برای چی برای که میترسن
ё сумдорои Ӯзбекистонеро спонсорӣ намекунанд. Барои чӣ? Барои метарсанд. Яъне аввалин ҳамин чизҳоро агар спонсорӣ мекард, ҳамун бигем агар спонсор шава, ин ҳамун бигем ки мардами Азарбайҷан буд, ки ира спонсорӣ мекарданд. Ҳамун сумдоро, ҳамун ворзаконо, ҳамун авторитетҳо буданд, ки ира спонсорӣ мекарданд, паддерживат мекарданд. хоб барои ҳамеам бигем ки ин зарбаро омад дар Азарбайҷан зад. аммо ба ҳар ҳол Илҳом Алиев маладес аст дар ин соҳа. бигем дастоина бигем ки Россия да ответ дод. иҷа гап дар сари ин урусҳо медонед як одат дорад. аввал пашу-путса мекунанд. агар ки тислаби бошӣ ё намедонам қатино боз сдаваться карди ҳамо камтаракда, ино баъд зарбаи дуюма баъд мезананд. барои чӣ? Барои медонанд ки яъне ту интизори ошти будан ҳастӣ. аз он ҷумла ҳамин масъалае ки Эрон ҳам шид, байни Изроилу Эрон, айнан ҳамин масъала буд. ино як пашу-путса карданд, баъдан бигем ки даъват ба оташбас карданд. ва дар ин ҷа бигем ки Эрон 100% бигем дар ин ҷа бигем ки Эрон ҳамун согласоваться кард. уже ин маънои ҳамонро дорад, ки бигем яъне ӯ аввал ҳамла кард. боз ҳамла кардагии инсон бигем ки ба Эрон оташбас гуфт ва Эрон гуфт ки 100% мо оташбас мекунем. яъне интизори ҳамин чиз будагиша, яъне интизор будагиша ин чизҳо нишон метаҳад. ҳамин чизҳо қатъи баҳо метаҳанд да инсона. мисол гирем, агар оташбас чӣ қадр қиин шава, ҳамун тарафи мисол гирем оташбас гуфтагӣ ё саркардагии инсон, яъне ки ин чиза медонад, ки ин чиз қиин рафта истодааст. яъне протседура, агар мо ҷанг-пангро эълон кунем, ягон чӣ кунем, инҷо оташбас кардан қиин мешавад. яъне ки дигар дар патери мерава ин дафъ. хоб дар ин чиз уже як шупутса мекунад. ин дафъа мо Азарбайҷан ҳам ози шупутса кардагиш, ин на танҳо Азарбайҷан буд, балки мақсади ино тарафи бигем Қазоқистону Ӯзбекистону ин тараф аст, на Азарбайҷан. ин тараф ҳам мехоҳад бигем ки ҳамла кунад. реаксияи туркҳоро дида истодааст дар ин тараф, ки туркҳо чӣ реаксия нишон медиҳанд. яъне ки дар ҳамин ситуатсия агар ҳозир фардо намедонам дар Азарбайҷан як ракета бизана Россия, чӣ мегӯянд аз ин тарафҳо? хоб ин тарафа бигем ки чӣ кардааст, хеле расида дида истодааст, ки масъала чӣ мешавад. агар ки ин тараф як хомӯш боша, як ракетаи дига бизананд, оташбас бигӯянд, пагада бидаванд оташбас кунанд, уже бой додагӣ аст. яъне яке аз дӯстон қатъиман дар ин масъалаи бигем масъалаи ҳамин гап назадам, оле Эрон ҳамун Изроил, ман воқеан гуфтам Эрон бой дод. барои чӣ? Барои он ки задагии одам оташбас предлагат кард ва ино қабул карданд. ин ганда минуси калони як ҳукумат сари ҳамин аст. яке аз ҳамун дастовардҳое ки дар дунё гуфти ҳамун гапҳо, бузургтарин инсоне буд, ки мисол яке аз Чингизхон бигем, Чингизхон дар ягон ҷо оташбас қабул кардагӣ нест. кадоме қатъи агар ҷанг карда боша, даканса ҷанг кардагӣ, ё патери ё гирифтан аст. ҷанг бояд ҳамин хел бошад. ҷанг як бор ҳамун сар шиду хомӯш шид ва бидонем ки ӯ ҷанг оли хомӯш наст. яъне муваққатӣ ӯ ҷанг манъ шид, уже зарбаи дуюма нақшаша кашида истоданд. аз ҳама минуси калон дар ҳолати ҷанг вақти тра мезана, боз ба ту оташбас мегӯяд, дӯстӣ эълон мекунад ва ту дар ӯ тез розӣ мешавӣ. он ҳамун нишонае аст, ки ту зор будӣ, ки тезтар розӣ шавӣ, ҳамин чиз бас шава. барои чӣ? Барои ту тарсидастӣ. яъне ҳамин минуса дорад. аз ҳамин лиҳоз бигем ки набояд ҷанге ки сар мешавад реально, ӯ ё конкретно победа боша, ё конкретно проигрыш.
یعنی خیلی میانه ها در نباید آتش بس باشه. من میگم که من اگر حکومت باشم تا آخران سلطت هم میزنم و خودم در میدان میبرم تا آخرش هم میزنم. یا حکومت ما کلا سقوط میکنه نیست میشود، یا اینکه حکومت او کلا سقوط میکنه خلاص. یعنی از دولت یا دولت باید سقوط کنه. اینطوری نیست که بگیری برید نیمی دنیا را جوانش برید در اوجا بکشی و فقط ببرای قطعی دست بتی باید آشتی کنی در سرحد ببرای رقص کنی قطعی اوی از روی بگیم که کاروچی همون پرینسپوی حیاتی ما دا توغری نمیگرفتگی است. یعنی که جنگ سر کردی تا آخره بردن در تا آخره و کی اردمش میته نمیته. یعنی که رهبر باید هم خیلی باشه. این نمیدونم شاید در خونوی ما همین چیز همین پرینسپو است. میگن اولش جنگ نکه یعنی تا آخره حرکت که کی همین آخران نقطه ای که همون با خوبی حل شود همون نقطه خوبی را استفاده بر. یعنی زوره باشه زوره، نوله باشه نوله، اکا گفتن باشه اکا، دودر گفتن باشه دودر تا آخران نقطه. مطمئن باش که دیگر برای تو دیگر خوبیات بود شید برای او نمیابی. دیگر هم بکوی یکم دونه خوبی نمیابی. انا باید گندگی تا سر کرد. وقتی گندگی تا سر کردی او وقت دیگر هیچ یک خوبی دیگر تو پیدا نکنی که برای خوبی کنی. در او حالت گندگی را سر کرد. من همه خیلی پرینسپ من خیلی عادت دارم در حیات. برای همون تا آخر ما کوشش میکنیم که مسئله ها به خوبی حل شود. یعنی به خوبی حل شود. ما هر مسئله داریم به خوبی حل کنیم همه ایجاد. نه که اگر تمام خوبی ما بود شید دیگر از ما در این دنیا کوسو بیسته در قیامت نیست دیگر خوبی کسی انتظار نباشه. ما هم خیلی پرینسپ داریم. من شخصا هم خیلی پرینسپ دارم. دیگر در قیامت نیست دیگر ایما خوبی انتظار نباشن تمام. برای که ما آخرون تا آخرون خوبی را حرکت کردیم که استفادهش بریم. این هم خیلی دوستای عزیز. یعنی این همون یک رسیدن گفتی همون روزها که شپتسا کردن عالمی ترک بود این مسئله دیگر حال دوام کار نشان میده. منظرت اگر الهام علیف همینجا اگر که روسیه آشتی کنه پریمیر کنه و سرازا بگه که خمایلی آشتی میشه уже عالمی ترک بای داد در روسیه نیز بای داد. دیگر بگیم که میبینیم که بعد چی میشه. البته که جنگ ها یعنی ترمز نداره. این جنگ ها باید در آسیای میان هم شوه برای اون که وقتی همون جنگ جدال آسیای میانه هم توغری اومد. نو خلاص کاروچ کنکریت نگپ اگر آخر شب بگم یعنی دیگر تمام انسانیت ها یک حسیات انسانی خیچه دارن که آن چیزی که بگیم همین 100 سال میشوه این چیز نابود شدگی بود. یعنی زیر تصرف فرو برده بودن این چیزها را اما اژدهارها. امروز حسیات دیگر انسان ها قبیله ها بگیم که همون خلقیت هایی که بودن این حسیات ها بگیم که روز تا روز زیاد شده است. یا این مسئله به خوبی حل می شود در آسیای میانه یا که این چیزی که هست که باز دیگران میتونن از این چیز سوء استفاده برن. خواهین نخواهین در آسیای میانه 4-5 دولت نیود. خواهین نخواهین در نزدیکی آینده از افغانستان و نمیدونم از ایران سرکردگی طرف تا دیگر روسیه و دیگر جو خودی همه حدودی روسیه و بگیم که دیگر جایهایی که زمینایی که همون خلقیت ها حق وطنداری دارن نه کم از 50 تا دولت دیگر پیدا میشه و در آسیای میانه 5 نه 50 دولت پیدا میشه. این را کدامی میخواه نمیخواه او پرینسپوش هم میتونه در کیسهش بگیره بمونه. یعنی این چیز میشوه. این همین بگیم که دور نه این همین 40-50 سالی که همین میانه است یعنی همین 30-40
تو هم 50 ساله در همین آسیای میانه 50 تا دولت پیدا میشه. ما افغانستان سرکردگی تو همین بگیم که چیز یعنی به نزدیکی ها باز بگیم که در همین خود حدود روسیه چند تا دولت دیگر باز مستقیم پیدا میشه و خواهی نخواهی تتارستان علایده میشه و یکوتی علایده میشه و بشکری علایده میشه و چیچن علایده میشه و یعنی یک چند دولت های در خود روسیه بگیم که پیدا میشه. این کدومی میخواه نمیخواه نمی 10 سال مبینش ده این حادثه منظرت این حادثه میشه اینم 10 ساله اینم 25 باشه تا 35 بگیم که حسابش کنین خواه نخواهین این چیز بگیم باید شد و بعد از او بگیم که آسیای میانه شروع میشه دیگر قرقلپاکستان و خوارزم و دیگر این طرف شب بگیریم و این سمیره و دیگر قلقا و او طرفش در لقیا و این طرف دیگرش در بگیم که نیمن ها و این طرفش در دیگر همون خواهین نخواهین بگیم که نکم از همین 40-50 دولت به وجود میوی اوجاده کدامی را میخواه نمیخواه این چیز میشه هیچ نبودن 25 تا دولت باید در آسیای میانه تشکیل شود یعنی که بازسازی شود این را کدام میخواین نمیخواین دیگر رو اختیار دارین تصورات خیالات ما و شما هست بگیم هرچی تصور میکنیم اما همون مثلا پروسیدور همین در رفته ایستاده است از همه مهمش بعضی ملت هایی که ساخته بودن اونا از بین میروند یعنی همچون ملت دیگر اونا سوشیستوابت نمیکنن یعنی نمیروند سبب خودتون سببش میدونین این سببش است سبب وقتی پیدا شوی ملت دیگر ملت ها را از بین بردن بود شاید بگیم که همون این نام هایی که امروز همون ملت ها هست یعنی شاید با این نام ها دیگر دولت یا ملت در آسیای میانه نشود یعنی این امکان ها هم دارد در این موقع برای اما یعنی سبب های این چیز هم عینی همون بگیم رهبرها یا حکومت ها مردم ها را پاره کردن زیر پا کردن خودی خلقیتی خودشه خودی جمهوریتی خودشه بگیم دیگر هیچ که به هیچ که باوری نداره کسی به کسی باوری نداره اعتقاد نداره حکومت از خلق میترسه خلق از حکومت میترسه امنیت از خلق میترسه خلق از امنیت میترسه حربی از امنیت میترسه حربی این نمی دیگر بگیم هیچ که به هیچ که باوری نداره یعنی عاقبت دروغ ها خودش همین میشه ساختن همون دروغ آخه یک دروغ دو دروغ سه دروغ دیگر همین 100 سال دروغ عاقبتش دیگر میام و تاش بگیم پوچ میشه و میمونه دروغ زیاد شید که دیگه قوا نمیکنه باید چپه میشه متاسفانه به هر حال ما همه وقت طرف صلح هستیم ثبات هستیم و مهر هستیم احترام و اعتراف یکدیگر هستیم هیچ گاه بگیم که ما نمیخوایم که طفل ها جوان ها یعنی کشته شوند چی در ایران چی در اسرائیل چی در روسیه چی در آذربایجان چی در تاجیکستان یعنی که حرمت های انسان ها بین یکدیگر باشه ما ایره میخوایم حتی که در پاکستان و افغانستان در کل گروه دنیا هیچ وقت ما طرفداری شخصا من شخصا طرفدار قتل کشتار یعنی این چیزها نیست نیکی من خودم میگم که اگر که خوبی های ما روزی که بود میشود دیگر مجبور هستیم یا که بگیم که دیگر نیست اون خوبی که دیگر رفتار کنیم مجبوریم دیگر تا آخره تا هستیم دیگر بگیم که گندگی استفاده بریم یعنی خوبی بود میشه یعنی همین چیز آدم را بگیم که کوشش کنین مجبور نکنین همین روزدن آوردن ده
و از آن جمله دیگر انسان ها را اینمی چیزها، اینمی عالم، جهان، اینمی درس است، درس عبرت است. میفهمید امیر؟ اینمی چیز درس عبرت است. یعنی از همین درس عبرت بگیرید. خصوصا من در تاجیکستان پیشنهاد دارم و لقای قلق دیگر قومیت ها را با قید بگیرین ها، با قید بگیرین. بعد بگیم که خفگری میشود. او زمان ها گذشت رفت، زمان استالین رفت، زمانی آمد 30 سال استقلالیت هم گذراندیم. به هر حال اینا برای ساختن وطن هم خدمت کردیم، کشته هم شدیم، جنگ هم کردیم، زندانی هم شدیم، همه ای کار کردیم که تو که معلمی هم کردیم، ادبی هم کردیم، سرود هم خوندیم، شعر هم نوشتیم، کتاب هم نوشتیم، هر کاری کردیم برای ساختن این دولت این وطن بوده که امروز بگیم وقتی اومده است که دیگر هویت ما هم یک ملت قبول شود. وقتمون نبود برای وطن سازی صرفه بدیم، آواره بدیم. یکی امروز وقتش اومده است برای همه کوشش کنیم که بین ما همین کمبودی ها نشود، که همین قسال یک جا زندگی کردیم، خیش تباری داریم، بعضی همون دختر دادیم، بعضی همون دختر گرفتیم. نه بگیم یعنی همین چیزا را به نظر بگیرید و با امید امام علی رحمان نشین، با امید حکومت امام علی نشین. به هر حال بگیم و خودی امام علی را میگم با امید ساختار و قدرت دیگر چیزت نشه و کوشش کنیم که همین چیزا تستر بگیم که عملی کنید که تا همون وقتی بگیم ناخوبی را ما این مسئله ها را حل کرده بگیریم. وقتی که دیگر ناخوبی شدمون دیگر این مسئله را ما دیگر قطعی شما حل هم نمیکنیم. یعنی دیگر ما نیاز به سر اوستال ششتن، گپ زدن، گفتگو کردن، یعنی در این چیز دیگر نیاز نداریم، هیچ نیاز نمیشه. یعنی اون طرف شد بگیم که امتحانی دیگه حلش میکنیم. گفتی هم گپا کی زورای مایدون ایزور زمانه ایزور تماشا شای کور میکنیم اون طرف شد. برای ما حرکت کنیم هموطنای عزیز این مسئله ها را زودتر بگیم حل کنیم خوبتر میشه. باقی ما تینجی میخواهیم بگیم به هر حال بگیم الهام علیف ملادس است برای شهروندش ایستاد، گرچند گفتم که یعنی عاقبتش یعنی خیلی ریسکی کلان داره، خطری کلان برای حکومت کردن آینده بگیم خیلی خطر بزرگ داره برای ما هممون میدونیم روسیه را. یعنی روسیه بسیار بگیم که خطرناک است در این مسئله ها. تمام کار میکنه تا که بگیم که در درون جنگ بدوزه، همه کار میکند که تا که در درون جنگ بدوزه. و تیم باز نمین مسئله ارمنیا قطعی که اینجا هست، باز میتونه که ارمنیا را جنگ بدوزه و قدرتترین راکت و دیگر چیز ارمنیا را تامین کنه بگه بزن. خب یعنی که ارمنیا از بی‌عراقی میگه که 200 مرد جنگی به 100,000 وقتی که میگه استور خودش استون است، استور اسبابش استو است، وینی را خودش وینی نیست، وینی را تیر و تفنگش حربی است. اگر که ما حربی اگر تیر و تفنگ او این اوکراینه بگیم که در پیش روسیه مرغ باشه، اوکراینه تخم است. نیکی اینمی قدرت هایی که اینمی یراق تکنیک هایی که یراق که تامین شده ایستاده است، اینمی روسیه را بگیم که نفس شد در درونش گردون. همین ارمنی هم اگر که بگیم تامین باشه، واقعا نفس دیگر اطرافی را در درونش میگردون. یعنی این مسئله عاقبتش بگیم که حال خیلی و خیلی بگیم کشا زیاد است و دیگر مطمئن باشیم که یعنی ارمنیا را پالن روسیه بیش پیچید میکنه. دیگر همون بگیم تیر و تفنگ قطعی دیگر چیز قطعی شب روز دیگر بیش پیچید میکنه، بهترین راکت و قطعی بهترین عروج قطعی تامین میکنه تا که این دفعه که بزنه بگیم که میشه.
یعنی این چیز میشود خواهی نخواهی. روسیه اگر خودشم напрямую قطعی آذربایجان اگر جنگ نکنه اما رقیبی آذربایجان بگیم که بسیار سخت میتونه که تامین کنه و بگیم رقیبش باز بزنه. واقعی به هر حال بگیم که ما صلح و ثبات میخواهیم اما بگیم که خواستی ما نمیشود. ما نیز در تاجیکستان از ازل میخواهیم که یک دوستی و رفاقت برادری باشه اما خواست ما نشیده ایستاده است. هیچ وقت دیگر ما خواست ما نشوه خواست خدا میشه. همین است. سلامت سربلند باشه. بدرود تا بدرودهای دیگر.